اولین ویدیو از چنل من آلمان و 24 سالمه و اولین ویدیو چنلم قراره با آنباکسینگ شروع بشه. بچه ها موضوع از این قرار بود که من حقیقتا ریملم رو گم نکردم، الان گمش کردم. ریملم رو تموم کرده بودم و اسنس صورتی استفاده میکنم و قرار شد که برم ریمل بخرم دوباره و قصدم این بود که همین اسنس صورتی رو چیز کنم، چون از این فرچه ها داره که برای بلند کردن موژه اوکیه و من همیشه تو آرایشم اینجوری هم که دلم میخواد فقط موژه هم بلند شه، یعنی نمیخوام پرپشته یا اتفاق دیگه ای براش بیفته. خلاصه این که اینا همش ریمل بچه ها و قراره با هم دیگه آنباکسشون کنیم. الان چند سریه که دارم از اسنس صورتی استفاده میکنم و از اونجایی که من آدمیم که دوست دارم هی چیزای متفاوتی رو امتحان کنم و وقتی یه چیزی رو دائم استفاده میکنم یا امتحان میکنم کسلم میکنه، تصمیم گرفتم دوباره بک بزنم به اسنس مشکی. پکیجینگش خوشگل‌تر بود ولی آره تصمیم گرفتم که بک بزنم به اسنس مشکی به خاطر اینکه حس کردم که شاید برام بهتر باشه. اسنس مشکی رو خریدم که دیگه الان بازش نمی کنم براتون چون همه با فرچش آشنایی داریم. حالا شاید آخر ویدیو. چیز بعدی که گرفتم همونجوری که بهتون گفتم، بذارید اول نشون بدم، اینه و این خیلی قیمتش خوب بود، 85 تومن. دلم میخواد موژه هم خیلی طبیعی فقط رنگ مشکی بگیرم و یکم بلند بشن، یعنی واقعا اونجوری دوست ندارم که پرپشت بشه یا حتی از کاشت موژه متنفرم برای خودم. یعنی اگه شما اینو دوست داشته باشین احترام میذارم ولی برای خودم متنفرم. به خاطر همین یه دونه از اینا گرفتم. حالا این کارش چیه؟ نفس بکش. کارش چیه؟ کارش اینه که شما وقتی که از ریملتون استفاده کردین، حالا هر ریملی که دارین، اینو چیکار میکنین؟ اینجوری میکشین روی موژه‌هاتون و باعث میشه مواد اضافی رو بگیره. اصلا میدونستین همچین چیزی هست؟ واقعا پشمام. برگ هایم این چیه؟ تازه این تا میشه. اصلا این چه آپشنی بوده من نمیدونستم وجود داره. what the بله. خلاص این که از این خیلی خوشم میاد و حالا استفاده میکنم، نظرمو بهتون میگم که چطوره. نکست. خب بچه ها، من همیشه از محصولات سیمپل استفاده میکنم، یعنی الان چند دوره از شوینده هم سیمپلن. اون سفید سبزه حالا اگه شد براتون میذارم، اون ریفرشینگش و حتی آبیش که یکم حالت اسکراب تور داره رو من استفاده کردم، یعنی کلا سیمپل پرسنم. البته خودم سیمپل دوست دارم. خلاصه اینکه این سری اینو گرفتم، نمیدونم حالا این دوربینم فوکس میکنه یا نه، ولی لوپیچ گود مورنینگ از برند کوزارکس رو گرفتم که برای همه در واقع اولش اینو دیدین؟ کاتر رو خوشگلم جنرال می. بچه ها تا به من عادت کنیم ممکنه کم طول بکشه ولی این حالای طبیعی منه. خلاصه اینکه آره شوینده کوزارکس رو گرفتم که خیلی تعریفش رو شنیدم. حالا پوست من چطوریه؟ بچه ها پوست من چربه و در این حال حساسه، یعنی محصولات پوست چربی که میزنن پوست رو خشک میکنن که شما حالا چربی پوستت بره، اونا اصلا به من نمیسازه و باید شویندم ملایم باشه در این حال کنترل چربی کنه و کلا همه چیز رو بر این اساس انتخاب میکنم. دیگه اینو تعریفش رو خیلی شنیدم، کوزارکس رو و گرفتمش. نمیدونم بو نداره. بریم سراغ محصول بعدی. اینو گرفتم از اوردینری، هایالورونیک اسید اوردینری رو گرفتم. من سرم هایالورونیک اسید خیلی پوستم احتیاج داره چون بهتون گفتم که یکم در این حال خشکه، در این حال که چربه خشکه، مختلف. خلاصه اینکه اینو گرفتم که قبلا ازش تست کردم و فوق العاده است. هایالورونیک اسید خیلی پوستو درخشان میکنه و فقط رطوبت رسانی نمیکنه، جلوی جوش زدنم میگیره. یعنی من شبایی که مصرف میکنم ازش، یعنی میزنم به پوستم، قشنگ صبحش پوستم یه حالت ریفرش و خوشگل و سافت و این چیزا داره. فقط یه چیزی بعد از این، یعنی
بعد از اینکه صورتتون رو شستین از سراماتون استفاده کنین و روش مرطوب کننده بزنین. یعنی اگر اینو خالی بزنین شاید اونقدر نتیجه نده. تنها سرومی که اینطوری نیست که اونم دارمش ولی الان پیشم نیست، سرم اکسس وایه که اگه دارید روی پوست تمیز بزنید و دیگه هیچ چیزی روش نزنید. یعنی قبلش اگر بخواید میتونید از سرم‌های مختلف استفاده کنید ولی ترجیحاً دیگه چیزی نباید روش بزنید که بتونه کار خودشو کنه. و اگر مثل من پوستتون چربه، به نظر من بیشتر از 2 بار در هفته از سرم اکسس وای استفاده نکنین، یا سرمایی که نیاسینامید دارن و شوینده های قوی ضد جوش مثل نوتروژینا، اینا حتما فقط 1-2 روز در هفته باید استفاده بشن و امیدوارم سد دفاعی پوستتون رو اینجوری نابود نکنه. محصول بعدی نکست. من دهن خودم رو سرویس کردم از بس که اومدم میسلار واتر گرفتم. میسلار واتر هم همیشه سیمپله، یعنی چیز دیگه به غیر از سیمپل استفاده نکردم. توی برندهای ایرانی شاید مثلا دافی یا برام گارنیر استفاده کردم ولی همیشه سیمپل بوده و این سری تعریف اینو خیلی شنیدم. این برش بود. روغن پاک کننده آرایش آنوا، یه برند کره آنوا که کلا چیزاشون خیلی خوبه و من تحقیق که کردم این ترکیبات کومودونزا و ترکیباتی که باعث جوش میشن نداره، چون روغنه ممکنه برای پوستای خیلی چرب بد باشه، یعنی تصور شما این باشه ولی من کلی تحقیق کردم. این روغن آنوا اینطوریه که شما استفادهش کنید آرایشو کامل داخل خودش حل میکنه و دیگه احتیاج به میسلار واتر ندارین، اما حتما بعدش باید با شوینده‌تون پوستتون رو بشورین. پس طبق تحقیقایی که من داشتم این محصول تو حالا کسایی که جوش میزدن و اینا اصلا باعث جوش نشده و این خوبه. حالا شاید یه ویدیو گرفتیم با هم تستش کردیم ولی کلا محصولای آنوا خیلی خوبه، خیلی خوبه. یه برند کره‌ایه. من حتی خواستم به جای این هایالورونیک اسید اوردینری این سری آنوا رو امتحان کنم که این مغازه‌ای که رفتم نداشتن، وگرنه سرم هایالورونیک اسید آنوا یه سرم آبی و اینا خیلی تعریفش رو شنیدم و اگر جایی دیدینش حتما تهیه‌اش کنید. محصول بعدی که میخواستم عوضش کنم ولی خب اون دومین آپشنی که به جای این میخواستم بگیرم و مغازه نداشت، پس دوباره همینو گرفتم. سیمپل لایت، کرم سیمپل لایت مرطوب کننده است. من چون پوستم چربه همیشه با مرطوب کنندم مشکل داشتم، چون کرمای مرطوب کننده مخصوص پوست چرب اینطوری هن که پوستتون رو انقدر خشکیشو چربیشو میگیرن که جوش نزنه، پوست شما پوسته میشه و خشک میشه و زیر میکاپ افتضاحه. مثلا من لافاره رو امتحان کردم تو برندهای ایرانی، ویدوی اگر اشتباه نکنم امتحان کردم، دیگه حتی کرم وچه، نمیدونم، اینا همش محصولات ایرانی هن. امتحان کردم و نتیجه نگرفتم چون پوستم رو اینجوری پوسته میکرد و زیر آرایش کیکی و پچی میشد که متنفرم از این حالت. ولی کرم لایت سیمپل تنها کرمی بود که هم پوستم رو مرطوب کرد و هم باعث جوش نشد، چون داخلش نیاسینامید داره، ویتامین B5 داره و کلا برای زیر آرایش هم عالیه. حالا جایگزینی که میخواستم به جای این بذارم و خیلی گرونتر بود، شاید یکم خوشحال شدم نداشت، کرم کلینیک ژل مخصوص حالا مرطوب کننده آبرسانه. یه دونه فکر کنم لوشن داره که لوشنش برای پوستای خشکه و خیلی خشک و حساس، یه دونه ژل مانند داره، اون ژله برای در واقع مرطوب کننده و آبرسان پوستای چربه که من میخواستم تهیه‌اش کنم. متاسفانه لوشنشو داشت و اون یکی رو نداشت و مجبور شدم که سیمپل رو بگیرم. گفتم حالا که خوب برام جواب میده همین رو ادامه بدم، ولی دلم میخواست که کلینیک رو این سری تست کنم. خلاصه این که بله بچه‌ها، من میخواستم یه ریمل بخرم و جریانات شد این. حالا حتما یه ویدیو میگیرم که تست همشون داخلش باشه، ولی خب بعد 1-2 ماه بگذره که بتونم نظر صادقانه رو بگم در رابطه با این دوتا محصولی که تازه تهیه‌شون کردم و قبلا استفاده نکردم.
و اصلا من اینو میبینم اینطوری میشم چرا من قبلا اینو زودتر نخریدم. اینم میخوام تست کنم حقیقتا و همشون رو بهتون میگم. امیدوارم که از اولین ویدیو کانال من خوشتون اومده باشه. کلا کانالی که در واقع راه اندازیش کردم دلم میخواد که ولاگ روزمره باشه و یه موضوع خاصی نباشه که من بتونم در رابطه با هر چیزی که میخوام صحبت کنم و کلا چیل باشم، راحت باشم. خیلی دوست دارم یه سری چیزا رو بهتون آموزش بدم که امیدوارم تو تصویر نیفته، ولی خب آره قراره یه چنل اینطوری باشه که هرچی دلم میخواد بذارم و امیدوارم توی این مسیر دوستای خوب خودم رو پیدا کنم. و حقیقتا علت دومی که این چنل رو زدم اینه که من همیشه تو برخورد اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، نمیدونم تا چندمه، بعضی از آدما یه آدم مغرور و ساکت به نظر میام که اصلا حرف نمیزنه. یعنی قشنگ اپوزیت شخصیتیه که من دارم و دلم میخواد که توی این چنل بتونم شخصیت واقعی خودم رو به اشتراک بذارم و کسایی که شبیه به خودم هستن رو پیدا کنم و یه کامیونیتی با هم داشته باشیم. و اینکه من کلا توی حرف زدن عادیم از زبونای اختراعی خودم استفاده میکنم. امیدوارم که به این عادت کنین. همین دیگه، امیدوارم که از این ویدیو خیلی خوشتون اومده باشه و با هم دیگه کلی ویدیوهای دیگه بذاریم. دوستتون دارم زیاد. امیدوارم که خوشتون بیاد. بای بای.